ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر کهن درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. سلام، من هادی هستم و اینجا ضد موفقیت. این قسمت دنیای این روزهای ما. تا حالا شده به دنیای این روزامون یکم فکر کنی؟ اینکه چه امکانات و موهبت‌هایی داریم، چقدر زندگی کردن تو این دوران با سالهای نچندان دور، همین 80-90 سال گذشته فرق میکنه. چقدر پای صحبت پدر بزرگ مادر بزرگت نشستی وقتی از خاطراتشون تو ایام جوونیشون حرف میزنن. تا حالا ازشون پرسیدی اونا وقتی جوون بودن زندگیشون چه شکلی بوده؟ چه دغدغه‌هایی داشتن؟ چه اهدافی داشتن؟ چه کارهایی رو تو روتین روزانه زندگیشون انجام میدادن؟ اگه فقط برای چند دقیقه از این قطار پرسرعت زندگی امروزیمون پیاده بشیم و یه نگاهی به تاریخ بشریت بندازیم، به وضوح میتونیم ببینیم که ما این روزها پرنعمت‌ترین، پر امکانات‌ترین، راحت‌ترین و با آسایش‌ترین حالت ممکن زندگی رو از اول تاریخ بشریت تا به امروز داریم تجربه میکنیم. حتی بیراه نرفتیم اگه ادعا کنیم که زندگی تعداد زیادی از ما که از طبقه متوسط جامعه هم هستیم، از خیلی از پادشاهان و امپراتورهای ادوار مختلف تاریخ به مراتب راحت‌تر و پر امکانات‌تره. مثلا فلان پادشاه تو فلان کشور آشپزخونه سلطنتی مخصوص خودش با چند تا سرآشپز ماهر از کشورهای مختلف داشته. طبعا هر وقت دلش هوس چیزی میکرده دستور ملوکانه صادر میکرد تا غذای دلخواهش رو براش درست کنن و با تمام تشریفات به حضور مبارک برسونن تا ایشون نوش جان کنن. اما قطعا میشه حد زد که شاید گاهی اوقات بخت با پادشاه بزرگ ما یار نبوده و مأمور خرید نگونبخت این آشپزخونه سلطنتی یادش رفته که پنیر چدار مخصوص پادشاه رو تهیه کنه و شاه خشمگین ما هم چون نتونسته غذای مورد علاقش رو میل کنه دستور قتل مأمور خرید بخت برگشته رو صادر میکرد. این در حالیه که ما علیرغم اینکه مأمور خرید شخصی و آشپزخونه سلطنتی نداریم، اما هر زبانی از شبانه روز در حالی که روی کاناپه نرم و راحتمون لم دادیم و زیر باد خنک کولر نشستیم و مشغول تماشای فلان سریال هستیم، یهو هوس یه سالاد سزار به همراه چیپس پنیری و یه نوشابه خنک میکنیم. تنها کافیه تا دستمون رو دراز کنیم و گوشی ملوکانه رو برداریم، اسنپ فود رو باز کنیم و فقط به شست مبارک کمی زحمت بدیم تا چند تا کلیک کنه و نیم ساعت بعد هوس لحظه ایمون رو جلوی درب منزل تحویل بگیریم و برگردیم بریم رو کاناپه و ادامه سریال و نوش جان کردن چیپس پنیری. جالبه که پادشاه ما ممکنه که نتونه غذای مورد علاقش اون شب میل کنه، اما این محدودیت برای ما دیگه وجود نداره.
یا مثلا همه ما این داستان رو حداقل یک بار شنیدیم که قدیم اینجوری بود که یه کت توی یه خونه خریده میشد که چند سایز بزرگتر از بچه بیچاره بود که چند سال بتونه بپوشتش. بعد از اینکه براش کوچیک میشد ارث میرسید به بچه بعدی که تو صف بود و این ماجرا انقدری ادامه پیدا میکرد تا کت بیچاره به خواهش و التماس میافتاد که آقا ولم کنید دیگه، من تار و پودی برام دیگه نمونده. با وجود اینکه این ماجرا خیلی هم قدیمی نیست، شاید 2 یا 3 نسل گذشته ما با این شیوه زندگی کردن و بزرگ شدن، اما برای ما امروز شبیه یه داستان علمی تخیلیه. بچه های امروز حتی خود ماها فقط کافیه اراده کنیم که اون پیراهنه چقدر قشنگه و چند دقیقه بعد تو سبد خرید و در راه منزل باشه. جالبتر این که ما خیلی وقتا نیازی به خرید لباس هم نداریم، اما میخریم چون دوست داریم، چون میتونیم، چون داشتنش حس خوبی میده. یا حتی در مواردی گزارش شده امروزه فران لباس مهمونی که از غذا خیلی هم گرون بوده فقط باید یک بار پوشیده میشده، چون بقیه دیدنش و توی مراسم عروسی بعدی نمیشه پوشیدش. نظرت اگه این حرف رو به یه خانومی که 100 سال پیش زندگی میکرده بزنی چه واکنشی نشون میده؟ احتمالا یا فکر میکنه که داری باهاش شوخی میکنی یا اینکه نیاز داری یه سر به بیمارستان روانی بزنی. یا مثلا اگه یه سری به حوزه سلامت بزنیم، تحول چشمگیریش رو نمیتونیم انکار کنیم، همونطور که قطعا هممون ازش آگاهیم ولی خیلی کم بهش فکر میکنیم. مثلا 100 سال پیش یا حتی کمی بیشتر نرخ مرگ و میر نوزادان تو کشورهای اروپایی واقعا وحشتناک بوده. در کشورهای مثل آلمان یا کشورهای اطرافش آمارا اینطوری بوده که برای هر 1000 تا تولد شاید 100 تا 200 تا نوزاد نمیتونست زنده بمونه. شاید همه ما هم تو خانواده هامون تجربه کرده باشیم، عمه ها و عموها و دایی ها و خاله هایی داشته باشیم که هیچ وقت ندیدیمشون. اما امروز تو کشورهای پیشرفته اروپایی نرخ مرگ نوزادا خیلی کم شده. برای مثال تو اتحادیه اروپا به طور متوسط تو سال 2022 نرخ مرگ نوزادا حدود 3.3 مرگ در هر 1000 تا تولد بوده. یا چرا جای دور بریم، همین امروزه تو دور و بر خودمون چند تا نوزاد میشناسیم که تو سن کمتر از 1 سالگی از دنیا رفته. حالا تصور کنید اون موقع برای یه خانواده حتی شاهزاده قصه ما به دنیا آوردن یه بچه یعنی یه جورایی یه ریسک بزرگ. اول باید دعا میکردن که اصلا بچه زنده بمونه، دوم امیدوار باشن که بچه سالم باشه، نه معلولیت نه نارسایی نه هیچ مشکل دیگه ای داشته باشه. جنسیتش هم که مثل بخت و اقبال، گاهی دختر گاهی پسر، ولی هیچ تضمینی نبود که اون بچه به 5 سالگی برسه. اما امروز با پیشرفت پزشکی، واکسن‌ها، مراقبت دوران بارداری، تشخیص‌های زودهنگام، بهداشت عمومی، تغذیه و خیلی چیزهای دیگه، نه فقط جنسیت بچه مشخص میشه بلکه حتی بعضی نارسایی‌ها یا بیماری‌ها قبل از تولد یا بلافاصله بعد از تولد قابل تشخیصه. این پیشرفت‌های فوق‌العاده باعث شده امید به زندگی افزایش چشمگیری داشته باشه. تو کشورهای مثل آلمان امید به زندگی در بدو تولد الان بی هیچ اغراقی میشه گفت 75 تا 80 سال یا حتی کمی بیشتره. یه روزی حدود 100 سال پیش دنیا با اسپانیش فلو یا به فارسی خودمون آنفلانزای اسپانیایی بین سالهای 1918 تا 1920 مواجه بوده.
اون موقع جمعیت جهان حدود 1.8 میلیارد نفر بود و این بیماری تقریبا بین 50 تا 100 میلیون نفر رو از بین برد. یعنی حدود 2 تا 6% جمعیت کل جهان. این یعنی تقریبا از هر 20 تا 30 نفر یک نفر یا یکم بیشتر به خاطر اون آنفلانزا از دنیا رفتن. حالا مقایسه کن با امروز تو همهگیری کرونا. برآورد میکنن که طی سالهای 2020 و 2021 در سطح جهان تلفات اضافی کرونا تقریبا 14.9 میلیون نفر بوده. تلفات اضافی هم یعنی کسانی که احتمالاً اگه کرونا نبود زنده میموندن. البته که کرونا هم خیلی جدی بود ولی با آنفلانزای اسپانیایی از نظر درجه مرگ به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. این در حالی که 100 سال پیش اصلا کسی نمیتونست اون ویروس رو از چین تا آمریکا تو کمتر از چند ماه پخش بکنه. همین که امروز با واکسن، سیستم بهداشت و درمان مدرن، مراقبت پزشکی، قرنطینه، قراردادهای بهداشتی، اطلاع رسانی سریع میتونیم با یه همچین پندامیک ها و ویروس هایی مثل کرونا تا این اندازه مقابله کنیم نشوننده یه پیشرفت بسیار بسیار بزرگه. در نهایت ما امروز توی عصری زندگی میکنیم که از نظر پزشکی و سلامت واقعا رویاییه. یعنی چیزایی که برای پادشاه و امپراتورهای قدیم هم یه آرزو بوده الان برای آدمای معمولی مثل من و تو یه چیز کاملا عادیه. اون موقع حتی شاهها دکتر درست حسابی کنار دستشون نداشتن. یه تب ساده میتونه سرنوشت سلطنتشون رو عوض کنه. اما امروز ما با واکسن ها و آزمایش ها و داروهای پیشرفته و جراحی های دقیق و تشخیص زودهنگام بیماری و مراقبت های پیشرفته عملا 10 قدم از اون دوران جلوتریم. نتیجهش چیه؟ اینکه عمرمون طولانی تر شده. از 50 60 سال رسیدیم به 80 و چند سال. درد و رنجمون کمتر شده. چیزایی که یه زمانی مردم رو زمینگیر میکرد الان با یه دارو یا یه جراحی کوچیک حل میشه. زمان آزاد بیشتری داریم چون دیگه بخش بزرگی از زندگیمون صرف مبارزه با بیماری‌های ساده یا مرگ و میرهای ناگهانی نمیشه. سلامت عمومی بهتره، احتمال بیمار شدن کمتره و کیفیت زندگی بالاتره. و مهمتر از همه اینا این که ما آسایش و امنیت جسمی داریم که پادشاهان 100 سال پیش حتی خوابش رو هم نمیدیدن. پس میتونیم نتیجه بگیریم که از نظر سلامت و طول عمر ما تو بهترین زمانی هستیم که بشر تا حالا تجربه کرده. این خودش یعنی یه جور خوششانسی تاریخی، یه موهبت که شاید اونقدر هم بهش توجه نمی کنیم ولی واقعا ارزش داره قدردانش باشیم. یادمه وقتی علی بندری تو پادکست بی پلاس قسمت تاریخ قاجار داشت میگفت که زمان فتحعلی شاه یه هیئت دیپلمات از فرانسه از طرف ناپلئون حرکت کردند تا بیان و با فتحعلی شاه مذاکره کنند و این سفر 8 ماه طول کشید. درجا استاپ کردم. رفتم تو فکر. صحبت حدود 200 سال پیشه. اما یه لحظه صبر کن. 8 ماه طول بکشه که از فرانسه بیای ایران، اونم برای عالی رتبه ترین آدم هایی که روی زمین زندگی میکردن. حتی تصورش هم خیلی سخته. پاریس تا تهران 6 ساعت پروازه. اونم نشسته روی صندلی به همراه غذا و نوشیدنی و یک صفحه نمایش شخصی که میتونی خودتو با فیلم و سریال و بازی سرگرم کنی. هر وقتم چیزی لازم داشتی فقط یه دکمه رو فشار میدی تا غول چراغ جادو بیاد و ازت بپرسه که چه چیزی لازم داری.
شاید بین تمامی ابعاد مختلف زندگی، ارتباطات و حمل و نقل از بزرگترین تغییرات زندگی ما نسبت به حتی 2 نسل قبل‌تر از ما باشه. اینکه همون هیئت دیپلماتی که 8 ماه طول کشید برسه ایران مجبور شد یه پیک بفرسته برای پاریس تا در مورد یه موضوعی از ناپلئون کسب تکلیف کنه. حدس بزن آخرش چقدر طول کشید که این هیئت دیپلمات بتونه یه تصمیم نهایی بگیره. حدود 2 سال و نیم، تقریبا بیشتر از نیمی از کل دوران ریاست جمهوری یک رئیس جمهور تو دوران ما. اما امروز ما با همت همون 60 مبارک از هر کسی در هر جای دنیا در کسری از ثانیه با خبر میشیم. تماس تصویری، صوتی، پیام، هر اتفاقی تو هر نقطه این کره خاکی بیفته ما میتونیم بلافاصله ازش با خبر باشیم. کدوم پادشاهی در طول ادوار تاریخ همچین امکاناتی داشته؟ اینکه بتونه هر وقت که اراده کرد با هر کسی که دستور میده درجا و بدون اتلاف وقت صحبت بکنه. به جاش فقط میتونسته اراده کنه که بفرستید دنبال فلانی، میخوام باش صحبت کنم و چند روز بعد تازه فلانی به حضور ملوکانه مشرف میشدن. چیزی که اینجا کاملا مشهوده کاهش چشمگیر زمان مورد نیاز برای انجام دادن یک واحد کار در مقایسه با گذشته است و در نتیجه ما زمان به مراتب بیشتری نسبت به انسانهای تاکنون زیسته روی این سیاره رو در اختیار داریم. اما این زمان رو کجا خرج میکنیم؟ در حالی که همه ما به نوعی با کمبود زمان مواجه هستیم. خیلی از ماها در خیلی از موقعیت‌ها یه جمله کلیشه‌ای رو بدون فکر کردن به معناش به راحتی به زبون میاریم. وقت نکردم. فرصت نشد. شاید ادعای اشتباهی نباشه اگه بگیم که ما این زمان اضافی رو جایی خرج میکنیم که در گذشته اصلا وجود خارجی نداشته. کجا؟ تفریحات و سرگرمی. حوزه‌ای که شاید مختص به تنها یک گروه خیلی خیلی محدودی در گذشته بوده. تنها پادشاهان و افراد خیلی متمول شاید چنین دسته‌بندی رو در زندگی روزمره‌شون داشتن. اون هم نه به میزانی که اکثر ماها تو این روزگار در اختیار داریم. مثلا تصور کن پدر بزرگت وقتی 25 سالش بود توی عصر پنجشنبه به پسرعموش بگه هی راستی برنامه‌ت برای آخر هفته چیه؟ ما قراره صبح بعد از یه کله پاچه دبش بریم توچال. شنیدم برف خیلی خوبی اومده. یکم اسکی کنیم و بعدش هم بریم استیک هاوس یه استیک ناب نوش جان کنیم. شب هم با چند تا بچه های دیگه قراره بریم کنسرت نمایش 300 رو با هم تماشا کنیم. احتمالا پسرعموش یه نگاه عجیب بهش میندازه و میگه باشه. هم. حالا بیا لطفا کمک کن این هیزوما رو ببریم خونه ریزشون کنیم. ظاهرا شب سردی رو پیش رو داریم. فردا هم خروسخون باید برم زمین رو شخم بزنم. بعدش باید گاوا رو بدوشم و براشون یونجه بریزم. تخم مرغا رو هم باید برم جمع کنم و از تو باغچه یکم سبزی بچینم و تا ساعت 10 صبح خودم رو به بازار برسونم تا بتونم اینا رو بفروشم. بعدش هم بچه سومم حالش خیلی خوب نیست. باید گاری رو آماده کنم و برم فلان طبیب و بیارم بالا سرش. امیدوارم هزینه زیادی برام نداشته باشه. عصرم باید دوباره برم هیزم کافی جمع کنم برای شب. فکر نکنم بتونم بهتون ملحق باشم. حالا اگه وقت داری بیا یه دستی به ما برسون این کارا رو زودتر انجام بدیم. شاید تفریح عمومی اکثر افراد جامعه تو 3 نسل پیش تنها شب نشینی دور هم بوده
که تو زمستون دور کرسی میشستن و با چایی و چند تا میوه که از باغ خودشون چیده بودن مشغول گپ و گفت در مورد اتفاقات روزانه خودشون میشدن. خبری هم از کنسرت و تئاتر و کافه گردی و فلان فیلم و سریال و سینما هم نبوده. و مثلا این روزا سفر رفتن یکی از ارکان زندگی ما شده، طوری که تقریبا همه ما 1 الی 2 سفر نسبتا بلند در سال برنامه‌ریزی میکنیم و میریم. 100 سال پیش به نظرت مردم عادی مثل من و تو چند تا سفر در سال میرفتن؟ سفری هم اگه بوده معمولا سفر زیارتی بوده و اونم انقدی کم بوده که القابی مثل مشهدی و کربلایی و حاجی رو به اون تعداد انگشت شماری نسبت میدادن که میتونستن تو کل زمان زندگیشون برای 1 بار به اون شهرها سفر کنن. اما همه ماها حتما حداقل چند نفری رو میشناسیم که حداقل 1 بار از ایران خارج شده باشن، به اروپا، آمریکا، آفریقا سفر کرده باشن. ولی فقط تا 100 سال پیش همچین چیزی اصلا وجود خارجی نداشته. احمد شاه قاجار که عاشق اروپا بوده فقط 3 بار به اروپا سفر کرده، دقیقا 105 سال پیش. و مظفرالدین شاه قاجار فقط 120 سال قبل برای اولین بار برج ایفل رو از نزدیک تماشا کرد. پس ادعای خیلی دور از واقعیتی نیست که بگیم ما وقت آزاد خیلی بیشتری رو که در اختیار داریم صرف حوزه سرگرمی و تفریح میکنیم و عملا زندگی بدون این حوزه خارج از تصور ماست. به نظرت این زمان اضافه رو دیگه کجا خرج میکنیم؟ احتمالا توی یه صفحه نمایش، تیوی، گوشی، لپتاپ. چی کار میکنیم؟ وقت میگذرونیم، بازی میکنیم، فیلم میبینیم، تو سوشال مدیا میچرخیم، یوتیوب گردی میکنیم، در حالی که فارغ از گرما و سرمای هوا، آماده کردن یا نکردن غذا، راحت و بدون دغدغه رو مبلمون لم دادیم و مشغول وقت گذرونی هستیم. به عنوان شاهدی بر این ادعا ازت میخوام همینجا پاس کنی و بری یه سری به گزارش اسکرین تایم گوشیت بزنی و چک کنی تو 1 هفته گذشته چند ساعت از زمان تو به صورت فعال با گوشیت سپری کردی و این زمان عموما تو چه دسته‌بندی بوده. توی 1 ماه و 1 سال اخیر چطور؟ توی 1 سال گذشته چقدر هزینه تفریح و سفر کردی؟ نسبت اون هزینه به هزینه‌های روزمره زندگی چقدره؟ قطعاً که من مشکلی با صرف هزینه و زمان برای تفریح و سرگرمی و خوشگذرونی ندارم. اصلا به قول خیام عزیز گر دست دهد ز مغز گندم نانی وز می دمنی ز گوسفندی رانی با لاله رخی و گوشه بستانی عیشیست آن را نه حد در سلطانی. از طرف دیگه خلق ثروت تو دنیای امروزی ما بیمانند و بی‌نظیره.
قدیما اگه کسی میخواست پولدار بشه باید خون شاه تو رگاش میبود یا دست کم به قصر راهش میدادن. ثروت یه چیز دست نیافتنی بود، شبیه قصری که دورش خندق داشت و درش همیشه بسته بود. شاهها و حاکمان بدون زحمت خاصی صاحب زمین و طلا و قدرت بودن. مردم معمولی هم سقف روی سر و یه لقمه نون و غنیمت میشمردن. اما دنیا هزار تا چرخ خورده و حالا داستان کاملا عوض شده. امروز یه آدم معمولی که نه تاج داره نه تخت و نه ارتش میتونه با یه ایده، یه لپتاپ یا حتی یه گوشی ساده در حد شاههای قدیم ثروت جمع کنه. پول دیگه ارثیه سلطنتی نیست، جریان داده و ایده و تلاشه. اگه قدیما ثروت فقط تو صندوقچه قصر بود، الان تو سر آدم هست. پادشاه‌های 100 سال پیش برای بیشتر شدن ثروتشون باید جنگ میکردن، مالیات میگرفتن یا زمین میگرفتن. ولی آدم امروزی میتونه از یه اتاق کوچیک با یه وایفای نصف نیمه کاری کنه که کسب و کارش به کل دنیا وصل بشه. یه پادشاه نهایت به اندازه قلمروش پول داشت. امروز یه نفر میتونه بدون اینکه حتی شهر خودش رو ترک بکنه جهانی کار کنه و جهانی درآمد داشته باشه. در واقع ثروت تو دنیای جدید سلطنت نیست، مهارت و خلاقیته. پادشاه قدیم در انحصار نعمت به دنیا می اومد، ولی آدم امروز باید با مغز و پشتکار خودش تاج رو بسازه. و جالبتر این که بعضی وقتا هم همین آدم معمولی با تلاشش به جاهایی میرسه که اگه پادشاهای گذشته میدیدن احتمالاً با تعجب میگفتن ما این همه لشکر داشتیم، تو چطوری تنهایی این همه قدرت جمع کردی؟ مثلا آقای ایلان ماسک نه شاهزاده بود، نه وزیرزاده، نه حتی فامیل خیلی دور پادشاه آفریقای جنوبی. یه آدم معمولی که با یه کامپیوتر قدیمی شروع کرد، بعد کم کم با پیپل، بعدش تسلا و الانم اسپیس ایکس کاری کرد که امروز اگه به ثروتش نگاه کنی میفهمی حتی شاه عباس صفوی هم بودجش بهش نمیرسید. شاید خیلی مسخره به نظر بیاد اگه دوباره بری پیش پدر بزرگتو بهش بگی با بزرگ، میدونی کار من چیه؟ من یک گیمرم که یه کانال یوتیوب هم دارم و از بازیایی که انجام میدم فیلم میگیرم، هفته ای 3 تا ویدیو درست میکنم و آپلود میکنم. تقریبا هم ماهی 200 میلیون تومان پول در میارم. زید آیا ایشون میتونه درک بکنه تو در مورد چی صحبت میکنی؟ با این وجود اگه درست به این موضوع نگاه کنیم 200 میلیون تومان عدد خوبی برای زنده موندنه. یعنی بعید میدونم کسی نتونه با این مبلغ نیازهای خودش و خانواده‌اش رو تأمین بکنه. اما هرگز کافی نیست، هرگز. من بیشتر میخوام، باز هم میخوام و باز هم میخوام. چرا؟ چون خونه بهتر میخوام، ماشین گرونتر میخوام، سفر لاکچری تر میخوام، لباس فلان برندو میخوام، کنسرت تیلور سویفت میخوام، آیفونم قدیمی شده و باید جدیدشو بگیرم. یا حتی اینکه من باید سرمایه گذاری کنم، باید راهی پیدا کنم پسیو اینکام بیشتری تولید کنم تا بتونم به آزادی مالی برسم. یه دیگه نیازی نباشه کار کنم یا در بهترین حالت دیگه برای پول در آوردن کار نکنم. همه اینا رو گفتیم، اما واقعا با وجود تمام این نعمت‌ها و فراوانی و لذت و خوشگذرونی
پس چرا عصر ما بیشترین تعداد افسردگی و خودکشی رو داره؟ چرا حالمون خوب نیست؟ چرا راضی نیستیم؟ چرا راضی نمیشیم؟ چرا واقعا؟ دقیقا دنبال چی هستیم؟ موضوعی که اینجا میخوام توجهتو بهش جلب بکنم صرفا اینه که ما تو بهترین و پرنعمت‌ترین ادوار تاریخ بشریت داریم زندگی میکنیم. جایی که اساسا انگار هدف زندگی کردن رو از دست دادیم. زندگی ما دیگه در جهت برطرف کردن نیازهای ما برای زنده موندن نیست. چرا که هر نوزادی که به دنیا میاد زندگیش از نظر نیازهای اولیه‌اش یعنی خوراک، پوشاک، مسکن، امنیت، سلامتی و آزادی از قبل از ورودش به این دنیا تأمین شده است. ما هم به همین شکل این روزها به صورت عمومی و در مقایسه با گذشته دغدغه گرسنه موندن، بی‌پناه موندن، بیخونه موندن، بیمار شدن، زمستون و سرما، تابستون و گرما و رو دیگه نداریم. اما ما تو روزگارمون انگار دچار یه یأس فلسفی شدیم. جایی که هدف حیات رو از دست دادیم. زنده موندن و تولید مثل. ما اساسا نیاز نداریم و مجبور نیستیم برای زنده موندنمون تلاش کنیم و بجنگیم. اونطوری که اجداد خیلی دور غارنشین ما تلاش میکردن یا حتی پدر بزرگامون تلاش میکردن و در نقطه مقابلش با این پرسش روبرو میشیم که خب که چی؟ هدف این زندگی چیه؟ و گاهی این یأس بزرگ رو با اهدافی پر میکنی که شاید اساسا مال ما نیستن. تصویرهای ذهنی رو دنبال میکنیم که شاید به ما القا شدن و در آخر روز برمیگردیم به همون نقطه. شاید نیاز داریم یکم عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم. یکم بهش فکر کنیم. اینکه ما دقیقا دنبال چی هستیم؟ چی میخوایم؟ ثروت؟ تفریح؟ شادکامی؟ ارتباطات؟ موفقیت؟ ما که همشونو داریم یا دست کم به صورت بالقوه و بالفعل امکانشو داریم که به هر سمتی که میخوایم حرکت کنیم. اما چرا حال عمومی جامعه ما تو و من هر روز در حال سقوط و بدتر شدنه؟ ما اساسا این روزا تو بهشت وعده داده شده داریم زندگی میکنیم. همه چی مهیاست. همه چی هست یا دست کم میتونه با کمی تلاش به دست بیاد. ولی انگار ما قرار نیست هیچ وقت راضی و شادکام سرمست بشیم از داشته هامون و لحظه هامون رو بیشتر درک کنیم و بیشتر به هر آنچه داریم لذت ببریم. تمام این مثال ها به همون یادآوری میکنن که ما تو دوره‌ای زندگی میکنیم که بسیاری از رویاهای گذشتگان امروز برای ما تبدیل به امور بدیهی و پیش پا افتاده شدن. نعمتهایی که زمانی فقط شاهان میتونستن تصورشو بکنن حالا با چند لمس ساده زیر انگشتان دست ما قرار گرفتن. اما انگار تو این وفور نعمت چشمون ما عادت کرده به دیدن کمبودها، نداشته ها. مدام دنبال چیزی میگردیم که نداریم. از طرفی دنیای مدرن یه بازی روانی هوشمندانه رو هم برامون چیده. بازی که توش موفقیت هیچ سقفی نداره. هر چقدر به دست میاریم باز انگار یه صدای پنهان از درون میگه بیشتر، بیشتر. این صدا معمولا نه از سر نیاز بلکه اغلب از مقایسه و ترس عقب موندن تغذیه میشه. وقتای خالیمون
به جای آرامش تبدیل میشه به یه میدون مسابقه تو ذهن خودمون. مسابقه که خط پایان نداره. در حالی که شاید اگه کمی مکث کنیم میبینیم خیلی از چیزایی که دنبالشون میدویم قرار نیست بهمون آرامش بدن. فقط شبیه سایه‌ای هستن که هرچی بیشتر نزدیکش میشیم از ما دورتر میشن. شاید اصلا مشکل دنیای امروز کمبود نعمت نیست، کمبود مکثه، کمبود شکرگزاری، کمبود نگاه دوباره به چیزهایی که هر روز بی تفاوت از کنارشون میگذریم. زندگی مدرن ما رو ثروتمند کرده، اما اگه یاد نگیریم این ثروت رو ببینیم همیشه فقیر باقی میمونیم. گاهی کافیه فقط یه لحظه از قطار تند این دوران پیاده شیم، به دوردست‌های نگاهی کنیم و بفهمیم که چقدر زیاد داریم و چقدر کم قدرشو میدونیم. در نهایت دوست من، ما در بهترین دوران تاریخ بشریت زندگی میکنیم. پس بیا قدرشو بدونیم. طبق سنت اینجا ازت میخوام اگه پدر بزرگ یا مادر بزرگت هنوز در قید حیات هستن ازشون بپرسی که زندگیشون وقتی جوون بودن چه شکلی بوده، چه روتین روزانه‌ای داشتن، چه دغدغه‌هایی داشتن و چه آرزو و رویا و هدفی داشتن. اگه دوست داشتی میتونی این گفتگو رو به عنوان یه پیام صوتی به تلگرام @anti success یک سره و بدون حرف اضافه ارسال کنی تا همه ما رو به شنیدن اون قصه جذاب مهمون کنی. در پایان هم با یک شعر زیبا از شاملو با صدای خودش بدرقت میکنم و تا ضد موفقیت بعدی بدرود. پیش از آن که واپسین نفس را برآرم، پیش از آن که پرده فرو افتد، پیش از پژمردن آخرین گل، برآنم که زندگی کنم، برآنم که عشق بورزم، برآنم که باشم در این جهان ظلمانی، در این روزگار سرشار از فجایع، در این دنیای پر از کینه، نزد کسانی که نیازمند منند، کسانی که نیازمند ایشانم، کسانی که ستایش انگیزند، تا دریابم، شگفتی کنم، باز شناسم کم که می توانم باشم، که می خواهم باشم، تا روزها بی ثمر نماند، ساعتها جان یابد، لحظه ها گرانبار شود، هنگامی که می خندم، هنگامی که می گریم، هنگامی که لب فرو می بندم، در سفرم به سوی تو، به سوی خود، به سوی خدا، که راهی است ناشناخته، پرخار، ناهموار.
راهی که باری در آن گام می‌گذارم که قدم نهادم و سر بازگشت ندارم. بیان که دیده باشم شکوفایی گلها را، بیان که شنیده باشم خروش رودها را، بیان که به شگفت درآیم از زیبایی حیات. اکنون مرگ میتواند فراز آید، اکنون میتوانم به راه افتم، اکنون میتوانم بگویم که زندگی کردم.